من گشتم تو سردر اون فوتبالی که تو بزرگشی، گشتم تو سردر اون صدا و سیمایی که هر روز تو رو به عنوان کارشناس میارن اونجا که جلو بچهای ما بشینی، جلوی زن و بچه مردم بشینی، به عنوان کارشناس و اسطوره کشوری تو رو معرفی کنن. خاک تو سر ما که تو اسطوره مایی. یا آقا رو میشناسید؟ بله، آقا خداداد عزیزیان که 30 سال پیش خدا خیر بده علی دایی رو یه پاس گلی به ای داد، یه گلی زده به استرالیا. ای کاش اون روز میباختیم ولی این بزرگمون نمیشد. دیروز توی بازی فوتبالی بعضی از تماشاگرها باش یه کری میخونن، این که چیکار میکنه سمت تماشاگرها، چه حرکتی نشون میده و چی میگه را که اصلا واردش نمیشم، چون حرمت داره و دلم نمیخواد یه مادری، یه خواهری، یه عزیزی، یه ناموسی مملکت این حرکات رو ببینن. خبرنگارا شروع میکنن باهاش مصاحبه کردن که آقا این کار چی بوده انجام دادی، یا اینطور شروع میکنه یه مصاحبه دیگه میده. یه لحظه ببینیم این مصاحبه رو. ببینید قربونت برم، دوربینید دیگه، نه؟ ببینید شما در طول شبانه روز بارها و بارها جمله استفاده میکنید، بارها اجازه بده بارها و بارها این استفاده میکنید. یه عدتون میگید دیوونه، یه عدتون میگید. حالا اگر شما میخواید برای من ادا دراری، مثلا من کاری رو انجام بدم، نه از شما میترسم نه گنده تر شما، من دارم، خیلی هم گنده دارم، از کسی هم نمیترسم. چی جان اینجا شد زشته، الان شما شدی حضرت علی برای من. حالا من فوشا رو سانسور کردم، شروع کنم یه فوشی رو دادم، همه میگن، حالا ما هم گفتیم بابا یه مقدار دیگه خودتو جمع کن دیگه، حال همه رو به هم زدی بابا، حرف دهنتو بفهم. من گشتم به اسطوره‌ای که تویی نه یه ذره شعور داری نه یه ذره ادب داری، پشت هر تریبونی قرار میگیری، به هر کی دلت میخواد فوش میدی، هر جمله‌ای از دهنت در میاد میزنی، دیگه فکر اینم نمیکنی که یه مشت آدم دارن نگاه میکنن. همه میگن بله، همه فوش ناموس هم میدن، تو هم باید فوش ناموس بدی. خب خیر سرت بهت میگن فوتبالیست، ورزشکار، یه 4 نفر تو رو قدیم میشناختن میگفتن شاید یه عددی هستی، خب نمیدونن اینقدر بی ادبی. بابا یکم رو ادبت کار کن. و بعد های جبلی صدا و سیما، این ادب یه دونه از ایناییه که شما به عنوان کارشناس هر هفته میاری ترگل ورگلش میکنی، به مردم معرفی میکنی. بابا جمع بکنید دیگه. کسی که میگه من آدمم، و تو خودت اصلا کی که آدم داشته باشی؟ تا الان کسی ظاهرا بهت نگفته تو یه انسان به شدت بی ادب، ادب نداری، شخصیت نداری. بابا روی این فکر و تفکر شخصیتت کار کن. همش این نیست من یه گلی زدم یه سالی دیگه فکر کنی دیگه برای اون گله همه باید جلو دلار راست بشن، هر غلطی دلت میخواد کنی.